4 تا ترفند سامسونگی بهت میگم که هیچ جا پیداشون نمی‌کنی. اگه دقت کرده باشید منوی برنامه‌های سامسونگ به سمت چپ یا راست حرکت میکنه. توی وان UI 7 شما این قابلیت دارید که منو رو به صورت عمودی کنید. میایید داخل منوی برنامه‌ها روی 3 نقطه ضربه میزنید، گزینه سورت رو انتخاب میکنید و به جای کاستم اوردر گزینه آلفابتیکال اوردر رو میزنید. این گزینه رو که انتخاب بکنید منوتون به صورت عمودی میشه. دیدید وقتی میخواید یه فیلمی ضبط کنید، گوشیتون هم داره موزیک پخش میکنه، فیلمو که شروع میکنه ضبط میکنید، موزیک قطع میشه. اما توی وان UI 7 شما میتونید بیاید تو منوی دوربین روی این 4 تا نقطه اینجا بزنید، ستینگ رو انتخاب بکنید، بیایید پایین تا گزینه ادوانس ویدیو آپشن رو انتخاب کنید و این پایین گزینه است آدیو پلی بک، این رو فعال میکنید. دیگه از این بعد وقتی که داره موزیک پخش میکنه میتونید همزمان فیلم برداری رو انجام بدید. توی وان UI 7 کویک پنل سمت راست قرار گرفته، یعنی انگشتتون رو از راست بکشید پایین تا کویک پنل فعال بشه. از چپ که بکشید نوتیفیکیشن بارتون نمایش داده میشه. حالا اگه بخواید این کویک پنل رو ببرید سمت چپ، راهکارش اینه، روی این مداده اینجا میزنید، رو پنل ستینگ ضربه میزنید و این گزینه کویک پنل آن دی لفت ساید رو انتخاب میکنید. اینجا که اینو فعال بکنید برگردید عقب، دیگه از بعد کویک پنلتون اینجا باز میشه، اینور نوتیفیکیشن سنترتون نمایش داده میشه. توی وان UI 7 توی کویک پنل ما یه سری بلوک‌های داره. ببینید این سوئیچ‌ها به صورت بلوک قرار گرفتن. وقتی روی مداده میزنید شما میتونید این بلوک‌ها رو جاشون رو عوض کنید. اونی که براتون کاربردش بیشتره بیارید بالا، اونی که کاربردش کمتره بیارید پایین. همینجا که هستید این کویک پنلی که اینجا سوئیچ تنظیمات قرار گرفتن رو انگشتتون اینجا بذارید بکشید بزرگتر میشه و بعدش که اینو سیو بکنید دیگه همیشه به همین شکل بهتون نشون داده میشه. یعنی شما وقتی کویک پنل میکشید پایین تمام سوئیچ ها رو میبینید، دیگه لازمش دوبار دستتون میکشید پایین.